آریانا گراندم عملی عذاب در اومد. اون عملی نه، عمل زیبایی. سلام به کانال بیوتی گنگ، خیلی خوش اومدین. اگر این ویدیو رو دوست دارین حتما لایکش بکنید، دوستش هم نداشتید دیسلایکش بکنید، نظر خودتون حتما بذارین، کانال رو سابش بکنید، از من حمایت بکنید. کلی ویدیوهای باحال دیگه ای با هم دیگه میخوایم بسازیم و بررسی بکنیم. خب میخوایم امروز بریم سراغ خانم آریا گرانده، یکی از خواننده های محبوب و معروف نسل جوان. میخوایم بریم چه جراحی انجام داده، از کجا به کجا رسیده، روندش رو بررسی بکنیم، قیمت جراحی که با هم دیگه انجام داده رو ببینیم چقدره، یه 2 تا 4 تا بکنیم مزن دستمون بیاد. تا آخر این ویدیو رو حتما ببینید. خب سال 2009 نگاه کنید، بینیش بینی خیلی طبیعی معمولی، فرم چشاشو نگاه کنید، یه فرم معمولی، این خودم نقی معمولی نه معمولی طبیعی هستش. بعد این قسمت پایین صورتش نگاه کنید، یه کانتور خیلی طبیعی داره. بینیش هم که بهتون گفتم دیگه، همین قسمتاش هم قسمت قوز، البته قسمت قوز بینی باید ببینید. لبش هم لب قیتونی، یعنی یه لب خیلی باریکی داره. توی این عکس از نیمرخ خیلی بهتر معلومه بینیش که یه قوزی داره و نیاز به یه دستکاری داره. سال 2010 17 سالش بوده، هنوز استارت جراحی نزده، احتمالاً بخاطر اینکه سن قانونی نرسیده بوده، هنوز شروع نکرده بوده و نخواسته بوده که صورت خودش رو دستکاری بکنه، یا حتما پزشک نپذیرفته یا هر دلیل دیگه ای. خلاصه سال 2011 که با هم دیگه عکسش رو میبینیم همچنان طبیعی بوده و هنوز خیلی ریز داشته شروع میکرده یا حتما بررسی میکرده چه کارهایی انجام بده. و سال 2012 همینطوری بوده، یعنی به میکاپ و یه سری این ترفندا بسنده کرده و هنوز صورتش رو دستکاری نکرده بوده اون شکل که با هم دیگه توی این عکس هم میبینیم و بررسی میکنیم. و اما سال 2013 با جراحی محبوب ایرانی‌ها، یعنی جراحی بینی شروع کرده. تو این عکس هم ما هم دیگه میبینیم بینیشو دستکاری کرده، یه مقدار نوک بینیشو میرفته بالا، این قوز بینیش برداشته، یه مقدارم بینیش از این حالت طبیعی که بودش پهن بود بینیش، یه مقدار پهنیش هم کاسته شده، تو این عکس مشخصه. 2014 دیگه دستش راه افتاده و دیگه استارت جراحی ها رو زده و این قسمت فکش که تیز بود، این پایینش یه مقدار اگر نگاه بکنید این قسمت ها هم هستش مشخصه. اینا قسمت تیزیش گرفته شده، یه کانتور خیلی طبیعی داشتش، حالت نچرال بوده ولی خیلی ریز این قسمت ها، حالا یا تزریق کرده یا احتمالاً ایمپلنت گذاشته که توی عکس هم کاملا مشخصه. توی سالهای بعدی هم این قسمت چونه رو زیاد دستکاری کرده. سال 2015 این قسمت نوک ابروهاشو نگاه کنید، نوک چشم، نه نوک ابرو، این قسمت ها یه مقدار کشته بالا، کشته شده بالا، خودش که نکشته، با کانتورینگ نیست، با عمل کانتوپلاستی، کانتورینگ نه کانتوپلاستی. این قسمت نوک ابروش یه مقدار کشته شده بالا که حالت روباهی پیدا کرده، یه مقدار از اون حالت طبیعی خسته این حالت تبدیل شده تقریبا. تو سال 2016 یه مقدار این قسمت فکش رو میبینید، احتمالاً تزریق ژل کرده، فیلر زده، از اون حالت تیزی و کشیدگی در اومده، یه مقدار پهن‌تر شده این قسمت فکش. تو این عکس مشخصه، نگاه کنید این قسمت ها رو مشخصه. توی سالهای 2017 و 2018 تغییرات خاصی نکرده. توی 2019 فکر میکنم یه مقدار فیلر تزریق کرده، یعنی تزریق ژل زده، چون لبش یه مقدار پهناش بیشتر شده و از اون قیتونی بودن و باریک بودن در اومده. توی عکس هم مشخصه. تو سال 2020 کار خاصی نکرده ولی ظاهرا توی 2021 یک جراحی بینی ترمیمی ریز انجام داده، چون نوک بینیش اگه دقت کنی یه مقدار رفته بالا، یکم هم قوز داشت این قسمت بینیش، اونم برداشته شده و یکم بینیش انگار جمع‌تر شده. حالا دقت بکنید مشخصه، قسمت بینیش رو ببینید. توی سال 2022 29 سالگی
یه مقدار اینجا رو کشیده، یعنی با اندوتاین لیفت گونه انجام داده. صورتشو میبینید کشیده تر، انگار این قسمت ها نگاه کنید خط خنده داشت، این کلا جمع شده به خاطر اینکه قسمت گونه‌ش رو با جراحی با لیفت گونه به وسیله اندوتاین این قسمت کشته شده که توی عکس هم مشخص اگه دقت بکنید. خب بریم با هم دیگه بررسی کنیم قیمت جراحی که انجام داده چقدر براش آب خورده. مزنه دستتون میاد دیگه. بینی که 10 تا 20 هزار دلار ترمیمی، بینی ترمیم 15 تا 40. پروتز فک اگه گذاشته باشه که یا پروتز فک گذاشته که از اون چیزی در اومده، یه تزریق فیلر انجام داده. اگه پروتز کرده باشه 10 تا 20. لیفت ابرو این قسمت ها 10 تا 20. کانتوپلاستی 10 تا 15. اندو فیس لیفت یعنی همون فیس لیفت به وسیله اندوتاین که بهتون گفتم 30 تا 80 هزار دلار. جراحی گرونیه، تقریبا 300 هزار دلار آب خورده، یعنی یه چیزی نزدیک 1 میلیارد تومان. ولی اگر توی ایران بخواد این جراحی انجام بده حدوداً تقریبا 200 میلیون 250 میلیون براش آب میخوره بخواد این جراحی همه رو با هم دیگه انجام بده. حالا کمتر بیشتر بستگی به مهارت پزشک داره. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره، ساب بکنید، این ویدیو رو با دوستای خودتون به اشتراک بذارین، از من حمایت بکنید. بیوتی گنگ حرفای زیادی توی جراحی زیبایی قطعاً خواهد داشت، از من حمایت بکنید. ممنونتونم.